بینندگان و مردم ایران، من مهدی خوشحال هستم. فعالیت‌های سیاسی خودم رو از دوران انقلاب شروع کردم. با تظاهرات مردمی علیه حکومت سلطنت آغاز کردم. بعد در مرور زمان با اون که جنبش مذهبی رادیکال‌تر شد، من در سال 1360 به سازمان مجاهدین خلق ایران پیوستم و از اون دوران مبارزات حرفه‌ای داشتم با این سازمان تا اینکه در اواخر سال 1370 از سازمان خارج شدم. من خودم از شمال ایران هستم و از قشر کشاورز و ماهیگیر بودم، از روستایی. بعد به هر حال موج انقلاب از شهرها به روستاها هم کشیده شد و تقریبا جوونا در رابطه با مسائل سیاسی انقلاب و داشتن یک هویت سیاسی فعال بودن و بعضاً فعالیت حرفه‌ای می‌کردن در رابطه با احزاب گروه‌های سیاسی که به هر حال از اون دورانی که ما جوان بودیم، به اصطلاح نسل انقلاب بودیم، مبارزات خودمون رو به طور حرفه‌ای شروع کردیم. سازمان مجاهدینی که الان شما سوال میکنین در کادر یه سازمان سیاسی و اپوزیسیون نمی گنجه و این دلیلی که سازمان اساساً یه سازمان پاسخگو و مسئول برای مردم نیست. طبعاً زاویه ورودم به سازمان خوب بر اساس همون شعر و شعارهایی بود که سازمان میداد و فضایی که حاکم بود در جامعه ایران برتر فضای انقلاب بود، فضای مذهبی بود، فضای احساسی بود و شعارهایی هم که سازمان میداد تطبیق میکرد با وضعیت جامعه و با آرزوها و امیال جامعه و به هر حال نسل جوان رو زودتر جذب میکرد. شعارهایی بود که میشد گفت که سازمان در حیطه یک سازمان سیاسی می گنجید و شعارهایی هم که میداد و ارتباطی که با مردم داشت و روابطی هم که بین سازمان و هواداراش و سمپاتاش حاکم بود، گویا یک سازمان سیاسی بود که میتونست بخشی از مطالبات مردم رو تو جامعه ایران محقق بکنه. ولی این زمانی بود که من در بیرون سازمان بودم یا اینکه بخش مهمی از نیروها در خارج سازمان یا در ارتباط دور و در داخل جامعه ایران بودن. خب بالطبع در مرور و در استمرار مبارزه وقتی که پای من به داخل سازمان و به داخل تشکیلات کشیده شد و ما به داخل خاک عراق رسیدیم و ارتباط فعالی با خانواده و با مردم ایران نداشتیم، دیگه سازمان اون سازمانی که من فکر میکردم یا قبلا باش فعالیت خودم رو آغاز کرده بودم نبود، بلکه بیشتر یک مأموریتی رو داشت از جانب دولت عراق و دولت‌های غربی به پیش می‌برد. یعنی خطوطی که اتخاذ می‌کرد دیگه با مردم هماهنگ نمی‌کرد. یعنی بخش عظیمی از فعالیت‌ها و نیت‌های سازمان پوشیده و پنهان بود و حتی برای خود ما هم که داشتیم با سازمان فعالیت می‌کردیم اینو علنی نمی‌کرد و در مورد بسیاری از مسائل و سوالات دیگه جوابگو نبود و توجیهش هم شرایط اختفا و مبارزه مسلحانه بود و از اینجا آغاز می‌کرد و بالطبع در رابطه با خط و خطوط نظامی و اطلاعاتی هم تا اونجایی که ممکن بود با کشور عراق که در اون شرایط با کشور ایران در حال جنگ بود نزدیک میشد. مثلا در رابطه با من خودم سالها در بخشای اطلاعاتی سازمان کار کردم و ببینید مثلا یه سازمانی که کار نظامی میکنه، به هر حال در رابطه با
شرایط داخل ایران با رژیم حاکم در حال جنگ هست. یک بخش عظیمی از فعالیت‌هاش مربوط به کار اطلاعاتی بود. بالطبع این اطلاعات به درد اون دستگاه نظامی خودش نمیخورد. مثلا من از اون سالهایی که یادم هست، وقتی که ارتش عراق با ارتش ایران در حال جنگ بود، فعالیت‌های سازمان مجاهدین هم فعالیت‌های اطلاعاتیش تشدید میشد. به ویژه از سالهای یادم از 64 65 66 تا 67 سازمان روی مرزها فعالیت‌های اطلاعاتی بسیار زیادی داشت. کیفاً فعالیت‌های شنود، استراق سهم، تخلیه و فعالیت‌های تلفنیش اونقدر زیاد بود که نمیتونست مثلا این حجم از اطلاعات پاسخگوی اون دستگاه نظامی کوچک باشه. بنابراین میشد استنباط کرد که این اطلاعات برای فروش و برای در اختیار گذاشتن کشورهایی که منافع سوء در داخل ایران دارن در اختیار اونها قرار میگرفت. حتی خود سازمان تنها در داخل خاک عراق فعالیت اطلاعاتی که نداشت. این بخش عظیم فعالیت اطلاعاتیش از طریق شنود و از طریق تشکیلات و از طریق ارتباطات و همکاری با استخبارات عراق در داخل خاک عراق تامین میشد. اما یک بخش مفید اطلاعاتی هم در داخل کشورهای غربی، به ویژه در داخل خاک آلمان در شهر کلن داشت که به بخش تلفن معروف بود. یه بخشی هم تخلیه داشت که در استانبول مستقر بود. مثلا ما میتونیم الان در رابطه با اون بخش کیفی کار اطلاعاتی سازمان که به تلفن معروفه بگیم که نیروهای تلفن که کار تلفنی میکردن در ارتباط با داخل ایران اطلاعات میگرفتن از طریق تلفن، این افراد تقریبا حدود 20 نفر بودن. میزان تلفن ماهانه شون هم یه چیزی میبایست در حد 700-800 تا 1 میلیون مارک در ماه میشد. این حجم ارتباطات نمیتونه در ارتباط با یک سازمان کوچک که کار چریکی میکرد، یک کار نظامی در مرزها میکرد، پاسخگوی نیازهای دستگاه نظامی صرفاً یک سازمان کوچک باشه. این حجم از اطلاعات میبایست پاسخگوی نیازهای کشورهایی که با کشور ایران در حال جنگ بودن، کشورهای عربی و کشورهای غربی که مخالف جدی بودن و همکاری نظامی با عراق میکردن، همکاری سیاسی با عراق میکردن، در اختیار اونها قرار میگرفت. علتش این که ببین خود